خب این خط در افغانستان از کدام مسیر عبور میکنه و چقدر طول خواهد داشت؟ این خط در حقیقت افغانستان اگر از طرف تاجیکستان بگیریم، از شیرخان بندر به قندوز و از قندوز به ولسوالی خلم به نایب آباد شهر مزار شریف، باز به میرسه به شبرغان، از شبرغان به آقینه، از آقینه باز میمنه است که به طرف هرات و هزارات به طرف چای سرخ سرحدی نقطه که به ایران یا خاف وصل میشه. طولش چقدر است؟ مجموعی طول که مقدماتی است دقیق چینه تقریبا در حدود محاسبه که داشتیم 1148 کیلومتر میه. و هزینه‌اش حساب نشده است؟ هزینه دیده میشه اگر طور اوسط بگیریم که ما یک منطقه از خود شبرغان الی هرات کمک کوهی است، اونجا هزینه بلند میره، ولی اگر طور اوسط ما بگیریم در حدود حداقل 2.5 تا 3 میلیارد دلار در خاک افغانستان تنها کار داره. اون کشورهایی که خط از افغانستان میگذارن نگران نبودن از وضع امنیتی افغانستان که این راه از طرف این کشور عبور میکنند؟ وضع امنیتی تا کجا کفالت داده میشود؟ اصلا ما از نگاه در بازسازی یا خصوصا پروژه عمرانی یا زیربنای ترانسپورتی مسئله امنیت چندانی مطرح نیست. مسئله خود پروژه عمرانی بازسازی یا زیربنایی خودش یک نوع تغییر در منطقه برای بهبود امنیت است. یک مسئله و چون این مسائل پروژه های منطقوی است، بنان منافع منطقوی در نظر گرفته شده و تاثیر مثبت بالای تامین امنیت در خود خاک افغانستان هم داره. مسائلی که در واخوری پنجگانه دولت ها نسبت مسیر راه آهنی خطای قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران بررسی شد. از حدود جمهوری تاجیکستان از قسمت 5 پایان آغاز یافته به واسطه کلخازآباد، قرغان تپه، یاوان، وحدت و به منطقه قرمیق یا اینکه ناحیه جرگتال برآمده به قسمت جمهوری همسایه قرقیزستان می رود. البته این خط راه آهن اساسی تکنیکی می شود. یک چند واریانت ها پیشنهاد کرده می شود. در مورد انتخاب واریانت نهایی بعد لایحه مفصل تهیه کرده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ارتباط با بحث راه آهنین ها در حال حاضر راه آهن خودمون رو تا هرات تقریبا کشیدیم، یعنی 4 قطعه الان وجود داره تا برسه به هرات. ما 3 قطعهش تکمیل کردیم، قطعه آخر هست که باید نهایی بشه. برنامه بعدی جمهوری اسلامی ایران اینه که راه آهن هرات رو از طریق تاجیکستان و قرقیزستان به چین برسونه. این خط آهن در آینده انشالله ساخته بشه. طولی در حدود 2000 کیلومتر خواهد بود که بخش اعظم این مسیر در خاک افغانستان خواهد بود، یعنی 1100 متر در خاک افغانستان خواهد بود. 475 کیلومتر یا 76 کیلومتر در خاک تاجیکستان خواهد بود. 215 کیلومتر در خاک قرقیزستان و چیزی هولوش 200 کیلومتر هم در خاک چین خواهد بود. ما اعتقادمون بر اینه که اگر این مسیر یا این کریدور فعال بشه، بار قابل توجهی از چین یا حداقل از غرب چین که همون ارومچی و ایالت‌های سینکیام، اولغور هست، اینا به اروپا راحت میتونه منتقل بشه.